لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد و شما در این حال نظاره می کنید و ما به او نزدیکتریم از شما ولی نمی بینید؟ مگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید پس او را بازگردانید؟ اگر راست می گویید. خداوند این گونه توصیف کرد حال یک میت را، حال او در بستر مرگ و حال خانواده اطراف او که ما نزدیکتر از شما به او هستیم ولی نمی بینید. گفتند که رسول اکرم فرموده است که اگر مؤمنی زندگیش رو به قحط شدن در دنیا باشد و آخرت را پیش رو داشته باشد، زندگیش در این دنیا شاید در سن 1 سالگی و 2 سالگی، 3 سالگی یا 4 سالگی و یا 100 سالگی قطع شود، یا در اوج جوانی زندگیش قطع می شود، یا در ضعف و پیری. و پروردگار تو هرچه بخواهد خلق می کند و می ستاند. اگر مؤمنی به هنگام قطع شدن زندگیش بود و آخرت را پیش رو داشت، مرگ فقط دروازه‌ای خواهد بود از اتاقی به اتاق دیگر که تو را از اتاق دنیا به اتاق آخرت خارج می کند. تو را از مکانی موقتی انتقال می دهد به مکانی ابدی. پس اگر مؤمنی به هنگام قطع شدن زندگیش بود و آخرت را پیش رو داشت، فرشتگان سپید روی بر او نازل خواهند شد، با خود کفنی از بهشت و نیز تابوتی از بهشت می آورند. پس بالای سر او می نشینند و می گویند ای روح پاک. به راستی که روح پاکی بود، برای اینکه صاحبش را به نماز و نیکی وامی داشت، امرش می کرد به چشم‌پوشی و پرهیز از لذت‌های شهوانی، چون مردم را می دید که گناه می کردند ولی این روح صاحبش را منع می کرد. و قسم می خورم به نفس لوامه که به هنگام گناه کردن صاحبش را ملامت می کند. و به درستی که روح پاکی است و در جسم پاکی بوده، این جسمی است که حرامی را لمس نمی کرد، زنا نمی کرد، حرام نمی نوشید و حرام نمی خورد و نمازش فراموش نمی شد. روح پاک جسمش پاک است. ملائکه دوستش دارند و از وجودش خوشحالند. گفت ای روح پاک، در جسم پاکی بودی، پس خارج شو و به سمت مغفرت خداوند و بهشت رضوان بیا. مغفرت برای گناهایت و بهشت رضوان برای خوبی ها و اعمالت. پیامبر اکرم فرمودند روح بمانند قطره‌ای است که از دهانه مشک آب سرازیر می شود و بمانند مشکی که قطره‌ای بیشتر در آن نمانده باشد. پس اگر مشک را از سرش برعکس کنید، آن قطره به آرامی به پایین جریان پیدا می کند. پس روح پاک نیز از جسم پاک جاری می شود و به آرامی همان قطره‌ای است که از محفظه می چکد. و فرشته مرگ او را می برد و اگر روحش را ببرد، چشمها روح را دنبال می کند. چشمانش باز می شود و به دنبال روح نگاه می کند. فرشتگان رحمت نمی گذارند که روح به اندازه چشم برهم زدنی در دستان ملک الموت بماند و فوراً وی را میبرند و در کفن بهشتی میپیچند و به آسمان ها میبرند.
برایش درهای آسمان را باز خواهند کرد و میپرسند او چه کسی است؟ میگویند که این روح فلانی پسر فلانی است. به نیکوترین نامهایی که در دنیا می شود نام برد، نیکوترین اسم که دوست داشت صدایش کنند، آنجا به یاد می آورد و میگویند که این روح فلانی پسر فلانی و یا روح صالح فلانی یا نیکوترین نامی که در دنیا دوست داشت، در آن دنیا صدایش میزنند. پس میگویند این روح فلانی پسر فلانی که در دنیا به همان اسماء نیکو که دوست داشت صدایش میزنند و درهای بهشت برایش باز میشوند. ولی جسدش را حمل میکنند به مقبره ها. پس وقتی او را در قبر گذاشتند و بر رویش خاک ریختند، آنگاه خداوند در مورد آن روح میگوید دفتر اعمال بنده ام را ببندید. در کنار بزرگان قرار دهید، از بهشت برایش پوشش بیاورید و او را به زمین بازگردانید. از این زمین آنها را خلق کردم و در آن آنها را باز میگردانم و بار دیگر آنها را از آن بیرون میآورم. پس روح به جسدش باز میگردد به هنگامی که در قبر است. پس دو فرشته بالای سر او میآیند و از او میپرسند خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ رسول تو کیست؟ خداوند به مؤمن آرامشی عطا می کند. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت ثابت قدم می دارد و ستمکاران را گمراه می سازد و خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد. می پرسند خدای تو کیست؟ می گوید خدای من الله است. چگونه نداند وقتی عبادتش کرده و به نزد او رفته و برایش نماز خوانده و گریسته و دعا خوانده و صدقه داده و از مالش نیز نفقه داده، همه اینها برای تقرب به او بوده. بعد او را نشناسد اگر محبت خداوند به صورت دائمی در قلبش نبود و ترس از خداوند تمام وجودش را پر نمی کرد، این همه عبادت نمی کرد. خدای من الله است. میدانم الله است. بله میدانم. اسمهایش را صفاتش را میدانم. زیرا برای هیچ کسی جز او عبادت نکردم. میگوید خدای من الله است و دینم اسلام است و رسولم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. نبی من محمد است که در نماز و روزم به وی اقتدا می کردم. کسی که من را امر و نهی کرد و من اطاعتش کردم. امر کرد با دست راست غذا بخورم، اطاعت کردم. در مسجد نماز خواندم زیرا او مرا امر کرده بود. چشم پوشی کردم از لذت‌های شهوانی و پرهیز و اطاعت کردن را قبول کردم. و رسولم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. فرشتگان میپرسند از کجا میدانی؟ چگونه این جوابها را میدهی؟ علم تو از کجاست؟ پاسخ میدهد کتاب خدا را خواندم. من قرآن را خواندم و به فقه عالم شدم. پس قبرش را به وسعت نگاهش وسیع می کنند. پس مردی به سوی او می آید. در حالی که او در قبر است، مردی خوشبو و خوش‌چهره به سمت او می آید و می گوید بشارت می دهم به خوبی و نیکی که رضایت بخش است. متوفی از او می پرسد تو کیستی؟ که از چهره‌ات خوبی و روشنایی نمایان است. جواب می دهد من اعمال نیک تو هستم. من نماز تو هستم. روزه تو هستم. حج تو و صدقه دادن تو هستم. من خوبی تو به والدینت هستم. من همان چشم پوشی تو هستم. من همان ذکر خدا گفتن تو. من همان تلاوت آیات قرآن تو هستم. من صله رحم و اعمال نیک تو هستم. تو مرا ساختی و روی مرا سفید و روشن کردی. بله من اعمال نیک تو هستم. پس مؤمن در این نعمت باقی خواهد ماند. این دسته اول از مردم هستش که در زندگیشان مراقب خداوند بودند و از او هراس داشتند. همیشه تصور می‌کردند خداوند با آنهاست و آنها را می‌بیند و دعای آنها را می‌شنود
اعمال آنها را ثبت می کند و بزرگی خداوند را در قلبشان حس کردند. حتی به هنگام مرگ و در قبر و در آخرت که خیر ابدی در آنجاست. اما پیامبر اکرم فرمود: پس شخص کافر یا فاسد به هنگام قطع شدن زندگیشان در این دنیا و پیش رو داشتن آخرت، فرشتگان سیاه چهره بر آنها نازل می شوند. در فاصله دور می نشینند، زیرا تحمل نزدیک شدن به او را ندارند. پس می گویند: خارج شو ای روح بدذات و بدجنس که در جسد بدذاتی بودی. و به درستی که آن روح بدذاتی است. به این دلیل که تا خواست نماز بخواند و خواست نوشیدنی حلال بنوشد منعش کرد و حرام را نشان داد. وقتی با ذکر خدا بیدار شد جلویش را گرفت. این همان نفس اماره و همان نفس خبیث است. پس خارج شو ای نفس بدذات که در جسم بدذاتی بودی. جسمی که نتوانست با مردم دیگر در مسجدها نماز بخواند. جسمی که از پایه و اساس با حرام و با غذا و مال حرام و شراب حرام ساخته شد. جسمی که از فحشا و منکر پرهیز نمی کرد. این جسم خبیث روحش بدذات است. و فرشتگان گفتند روحش را از جسدش خارج کنید. و گفتند ملک الموت روحش را جدا خواهد کرد. همانطوری که ریسه خیس را از داس به سختی جدا می کنند. داس شمشیر خمیده است که دندانه های تیزی دارد و معمولاً گیاهان را با آن قطع می کنند. از دسته‌اش گرفته و گیاه را از ساق قطع می کنند. و حال اگر به دورش ریسمان پشمی چرخانده و خیسش کنیم، پس با کشیدن داس آن ریسمان پشمی تکه تکه می شود و از هم جدا می گردد. این گونه پیامبر شدت مرگ را توصیف می کند. شدت مرگ و عذاب آن مرد نیز چنین است. گفتن روحش را از جسدش خارج کنید. و ملک الموت به مانند همان ریسمان پشمی خیس که از داس جدا می شود روحش را می ستاند. همین که ملک الموت روح آن فرد را گرفت، دیگر فرشتگان نمی گذارند که آن روح در دستان ملک الموت به اندازه یک چشم بر هم زدن باقی بماند و او را در این آتش می اندازند و با خود به آسمان می برند. در آسمان باز نمی شود و از آنها می پرسد او کیست؟ می گویند این روح فلانی پسر فلان است. به قبیح ترین و زشترین اسمی که در دنیا وجود دارد او را می نامند. همانطور که خداوند گفته است درهای آسمان به روی آنها باز نشود و به بهشت وارد نمی شود مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن در بیاید. الله سبحان می فرماید روحش را به زمین بازگردانید و کتاب اعمال این مرده را در سجین بنویسید. روح به جسدش باز خواهد گشت و به هنگام بازگشت روح به جسد آنگاه 2 فرشته نزد او می آیند که 3 سوال از اون مرد خبیث بپرسند. پس از بازگشت روح به جسد 2 فرشته به او سر میزنند و او را توبیخ می کنند. با لطف و آرامی او را بیدار نمی کنند. با تشر به او می گویند بیدار شو و بیدار می شود. با عصبانیت از او می پرسند خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ پس می گوید نمیدانم. دین تو چیست؟ نمیدانم. پیامبر تو کیست؟ نمیدانم. پس می گوید نه میدانی و نه خوانده ای. حتی زمانی که در دنیا بودی نه میدانستی و نه چیزی خواندی. چگونه میخواهی بدانی؟ تو نه قرآن خواندی و نه نماز به جا آوردی. به والدینت نیکی نکردی. عبادت خداوند را نکردی و ذکر خداوند را به جا نیاوردی و استغفار نکردی و به او نزدیک نشدی. با صالحین ننشستی. کتابی نخواندی. علمی نیز کسب نکردی و در نماز و خطبه جمعه شرکت نکردی. چگونه میخواهی بدانی؟ اصلا چگونه میخواهی دینت را بشناسی وقتی که هیچی نمیدانی؟ طبیعی است که نمیدانی. وقتی که در دنیا هیچ مطالعه‌ای نکردی، خدا را عبادت نکردی و قرآن نخواندی، نه ذکر خدا را گفتی و نه سنت و علمی آموختی. پس به او گفته می شود نه میدانی و نه خوانده ای. این حال تو بود در پایان مسیر این دنیا و این عاقبت توست. این عاقبت توست.
وقتی نماز جمعه و خطبه را گوش نمیدادی، نمیدانستی و نمیخواندی، این عاقبت تو خواهد بود. وقتی از جایی عبور میکردی و قرآن در کنار تو بود اما توجه نمیکردی، چون تماما مشغول بازی با موبایلی که در دستت بودی، ندانستی و نخواندی. و زمانی که مردم در مجالس ذکر و طلب مغفرت از خداوند شرکت میکردند، تو حضور نداشتی، پس تو ندانستی و نخواندی. گفت: پس با یک پتک آهنین بر سرش میکوبند و به خاک تبدیل میشود. پس مردی به سمتش میآید با چهره‌ای خبیث و با بوی تعفن. با این تصویر ترسناک کنار او میآید. او ترسیده و تنها در قبر است. مرد از او میپرسد: تو که هستی ای مرد؟ میگوید: تو را به بدی و بدتر از آن بشارت میدهم. تو اکنون چیزی ندیده ای، این تازه اول راه است. تو را به بدتر از این ضربه چکش و مجازاتی بالاتر بشارت میدهم. متوفا میپرسد: تو کیستی؟ چهره تو سرشار از شر و بدی است. هر کسی که چهره تو را ببیند میداند که شری در کار است، مشکلی در کار است، عذابی در کار است، سختی در راه است. از چهره تو شر میبارد. و آن مرد میگوید: من همان اعمال زشت و بد تو هستم. یعنی من ترک نماز تو هستم. من نتیجه فحشای تو هستم. نوشیدن شراب تو و بدی تو به والدینت هستم. من همان مالی هستم که به ناحق از مردم خوردی و به آنها باز نگرداندی. من حیله و نیرنگی هستم که بر مردم روا داشتی. من قطع شدن صله رحم تو هستم. من همان اختلاف تو بر سر ارث و اخلاق بد تو با برادران و خواهرانت هستم. من دروغ تو بر مردم هستم. من همان غیبتی هستم که پشت سر مردم گفتی. من توانایی تو برای ضربه زدن و آزار رساندن به مردم هستم. من نتیجه اعمال تو هستم. این تو هستی که مرا ساخته ای. اعمال تو دلیل سیاه چهرگی من هستش. اگر اعمال تو صالح بود، من به جای اینکه با چهره خبیث نزد تو بیایم، با چهره سفیدتر می آمدم. ولی این جزای کار توست. تو در طول زندگیت اعمال خود را می سازی. اعمالت را تجسم کن. اگر بخواهی سفید می شود وگرنه سیاه می شود. اگر بخواهی در قبر تو را به خوبی بشارت می دهم و اگر بخواهی به شر. به او می گوید: من اعمال بد تو هستم. تعجب نکن که برای تو آمدم. من برای تو غریبه نیستم. من فرزند تو هستم. من اعمال بد تو هستم. پیامبر اکرم فرمودند: پس قبر به او تنگ خواهد شد و درهای جهنم به رویش باز خواهد شد و جهنم برایش فرش می شود. و مرده می گوید: بارالله قیامت را برپا نکن. برخلاف مؤمنی که درهای بهشت به رویش باز می شود و می گوید: خداوندا قیامت را برپا کن که به خانواده‌ام و داراییم باز گردم. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائن